سلام. همونطور که میدونید آیپد یکی از جدیدترین محصولات اپل که طرفدارای خیلی زیادی داره. میخوایم در مورد طراحی و سخت افزارش صحبت کنیم. در مورد طراحیش میشه گفت واقعا بی‌نظیره، خیلی نازکه، حتی شما نگاه کنید از آیفون هم یه مقدار نازکتره. وزنش خیلی ناچیزه، ساعت هم دستتون بگیرید آیپد رو خسته نمیشید. دکمه تنظیم صدا برخلاف آیفون که سمت چپش تعبیه شده، اینجا سمت راست هست. دکمه داریم اینجا برای اینکه صفحه رو قفل کنید تو هر حالتی که میخواید که تا دیگه نچرخه. دکمه خاموش و روشن یا استندبای اینجا قرار داره. خروجی 3.5 میلیمتری صدا، میکروفون، اسپیکر. اینجا یه متصل کننده داریم برای شارژ کردن آیپد، سینک کردن یا قطعای اگه بخواید بهش اضافه کنید مثل خروجی تلویزیون یا کارت ریدر برای اینکه عکساتون رو وارد کنید مستقیم به آیپد. در کل آیپد در 3 مدل عرضه شده، 16، 32 و 64 گیگابایتی، در 2 مدل وای فای و وای فای همراه با 3G که در مدل وای فای همراه با 3G میتونید سیم کارت داخلش بذارید و به اینترنت از طریق سیم کارت هم متصل شید. قیمتش هم از $499 شروع میشه تا $829 که البته الان در تمام دنیا قیمتش کمی از این بالاتره و تو ایران هم چند برابره. نتیجتا اگه میخواید آیپد بخرید صبر کنید یکم قیمتش بیاد پایین‌تر، قیمتش معقول تر شه و اون موقع تهیه کنید. جنس بدنش هم عین جنس بدنه مکبوک هستش تقریبا و آرم معروف اپل. پشتش نه دوربین داره و نه چیز خاصی. خب اگه بخوایم مشخصات آیپد رو بگیم، طولش 242.8 میلیمتر، عرضش 189.7 میلیمتر و عمقش 13.4 میلیمتر هستش که اینا رو اگه بخوایم با این مجله مقایسه کنید دقیقاً از یه مجله هم طول و عرضش کمتره، هم شاید قطرش کمتر باشه. وزنش مدل وای فای 680 گرم و مدل وای فای به اضافه 3G 730 گرمه که باز در مقایسه با این مجله میشه گفت چند گرم شاید بیشتر باشه، حتی از بعضی مجله هم کمتر. صفحه 9.7 اینچی LED واید اسکرین و مولتی تاچ هستش که رزولوشن صفحه 1024 در 768 یعنی 132 پیکسل در هر اینچ. صفحهش یه لایه‌ای داره برای ضد خش بودن و ضد اثر انگشته که البته اپل توضیح داده که این لایه بعد از یه مدت از بین میره. پردازنده A4 1 گیگاهرتزی که تولید اپل هست. سنسوراش هم سنسور شتاب سنج، سنسور تنظیم نور و در مورد ویدیوش میتونه ویدیو HD پخش کنه. همینطور اگه خروجی DVI بهش وصل کنید میتونید خروجی HD ازش بگیرید و تو تلویزیون ببینید. وای فای و بلوتوث از امکاناتش هست و میشه گفتش که دستگاه کامله برای کارهای روزمره. مهمترین چیزی که در مورد آیپد هست تکنولوژی جدیدی که اپل استفاده کرده برای کمتر استفاده شدن باتری و خب اینو میشه کاملا حس کرد با آیپد. وقتی که شما 11 ساعت بتونید با آیپد هم فیلم ببینید هم اینترنت برید بگردید. در حالت معمول اپل گفته که تا 10 ساعت 10 ساعت برای مدل وای فای و 9 ساعت برای مدل 3G به صورت معمول که روزانه اگه بخواید به طور مداوم باش کار کنید این تایمو میتونید ازش استفاده کنید. خب بعد از بحث سخت افزاری و طراحی میریم سراغ بحث نرم افزاری. اولین چیزی که واقعا خوب طراحی شده توی آیپد کیبوردش هستش که تو هر 2 حالت پورتره و لندسکیپ خوب کار میکنه. مخصوصا در حالت لندسکیپ خیلی راحته باش کار کردن. قسمت بعدی قسمت آیپاد هست. قسمت آیپاد تفاوت خیلی زیادی کرده با آیفون.
میتونید پلیلیست خودتون بسازید، اضافه کنید، تنظیم صدا، آهنگ جستجو کنید و این پایینم که میتونید بر اساس آهنگ ها، نام آهنگتون، خواننده، آلبوم، سبک آهنگ میتونید مرتب کنید لیستتون رو. کیفیت صداش هم میشه گفت خیلی عالیه. من یه آهنگو با آیپد، آیفون و مکبوک میذارم، امیدوارم که تفاوتش معلوم باشه. این که صدا خیلی کمتره و نویز هم داره. حالا با مکبوک که قاعدتا باید کیفیت صداش خیلی بهتر باشه. نتیجتا صدای خیلی نمیشه گفت صدای خیلی بلندی داره، ولی صداش کاملا قابل قبوله. قسمت بعدی که میخوایم بهش بپردازیم قسمت ویدیو هست که این قسمت هم باز تازه اضافه شده. ویدیوهاتون رو میتونید اینجا ببینید به ترتیب. من الان یکیشو انتخاب میکنم. کیفیتش HDه. میتونید عقب جلو کنید، سرعت عقب جلو کردنتون رو تنظیم کنید. به این قسمت جدیدی که اضافه شده آی بوکس هست که میتونید مجانی از آیتیونز دانلود کنید. قسمت لایبرری که برید توی دو حالت میتونید استفاده کنید. کتاب مجانی وینی د پوه ورق میزنید، در حالت لندسکیپ هم 2 صفحه رو خواهید داشت. میتونید آروم ورق بزنید، ببینید که خیلی جالب هستش. قسمت بعدی که بخوایم در موردش توضیح بدیم طریقه اجرا شدن برنامه ها روی آیپد هست. شما تمامی برنامه که روی آیفون داشتید رو میتونید روی آیپد اجرا کنید. من الان تمام برنامه که روی آیفون هم هست روی آیپد هم هست. نتیجتا یه برنامه رو همزمان اجرا میکنیم که ببینیم چیپست A4 آیپد چقدر سریع تره. همینجور که میبینید این اجرا کرد و هنوز آیفون و حالا آیفون هم اجرا میکنه. ولی در مورد اندازه اصلی برنامه اندازه همون برنامه روی آیفون هست، ولی خب آیپد یه قابلیتی داره که میتونید صفحه رو 2 برابر کنید. نتیجتا تمام برنامه که روی آیفون اجرا میشه روی آیپدتون هم اجرا میشه. قسمت فوتوز هم تغییرات زیادی کرده. این بالا بر اساس کل عکساتون، آلبوماتون، اتفاقایی که افتاده شما برشون اسم گذاشتین و قسمتی هم هست به اسم فیسز که عکس یک فرد رو مشخص میکنید و بر اساس چهره اون فرد عکسایی که از اون فرد دارید رو دسته‌بندی میکنه. اینجا میتونید عکس‌ها رو ببینید که کدوم فولدر رو میخواید. عکس رو بزرگ کنید، عکس رو کوچیک کنید، ببندید. قسمتی هم داره اسلاید شو هست که شما میتونید همراه با موزیکی که دلخواهتون هست اسلاید شو ببینید و میتونید حتی به عنوان یک قاب عکس ازش استفاده کنید. افکت هایی هم داره که میتونید انتخاب کنید برای اسلاید شو. قسمتی هم داره به اسم پلیسز که الان دوربینای جدید همشون ژئو تگ میکنن، حتی دوربینای گوشی موبایل هم ژئو تگ میکنن. میتونید ببینید کجا عکستون رو گرفتید، بر اساس جایی که عکستون گرفتید عکستون رو انتخاب کنید. خب یکی از اصلی ترین سوالایی که مطرح میشه در مورد آیپد اینه که خب بالاخره یکی از این آیپدها مورد احتیاج شما هست یا نه، یه دونه از اینا رو بخرید یا نه. اگر که روزانه با آیفونتون زیاد بازی کردید، زیاد اینترنت گشتید، توی اینترنت جستجو کردید و اینکه از آیفونتون لذت می‌بردید یا اینکه حتی با لپتاپتون زیاد میرید توی اینترنت و دوست دارید که یه دونه دستگاه پورتابل مولتی مدیای کامل داشته باشید که از نظر کیفیت، طراحی
و مقاومت همه چی بی‌نظیر باشه. واقعا آیپد گزینه مناسبیه. خب امیدوارم که مفید بوده باشه. ممنون که توجه کردین. خدا نگهدار.